الو سلام اکا جلوغو. و علیکم السلام. جور ساعت خوب بخیر هستی؟ میشه رحمه شگر چیکار ده مشغولی ده کرانتینی؟ والا خواب ده خانه فقط علمی تلویزیون تماشا کرده و فیسبوک ها رو تماشا کرده قرار ده می خانه هستی. دیگه کار نیست این فقط نه دیگه قرار ده خانه خواب. والا تو باش که یک کس را نام بگرم به نام اقبال، یک کس را میشناسی فیروز جان؟ به نام اقبال یک کس در فیسبوک پیدا کردیم. از دوره جوانی برات بگویم، یاد کنم دوره جوانی یک قصه کنم. اون خوب زنگ زدی یک کسی به نام ملا قلندر میگفتن. این اقبال بچه ملا قلندر بود. خب بچه ملا قلندر بود، برادر در این قندوز مهاجر شده بود. در قندوز مهاجر شده بود. یک کمی بچه یک بچه که خوبش بود و در افغانستان در قندوز جا رو دختر چاپ میگفتن. بازی دارم یک اندیوال داریم به نام قماندان غلام تابعی را میگفتن. بازی این سر از این راجوری کرد و برادر خانی را در دام خود آورد. بازی خیلی وقت از زمین بود، مثل زن شواره بود و با زمین پیسه میداد. پدرش همین ملا قلندر پیسه میداد. او به خاطر از اینکه پیسه میگرفت ملا قلندر دیگه برادر خانی اونجا بیخی پیش از زمین می بود، پیش همین قماندان غلام می بود. خیلی وقت برادر خان پیشش بود و شوا برادر خان تا آن وقت پیش می بود. باز خودش که کارش خلاص میشه باز 3-4 تا بادیگاردای نزدیک داشت اندیوالاش باز با او رخ میکرد. برادر پیش از او می بود. خیلی وقت پیششان بود و بازی قدر رسوایی از یا شرمندگیشان زیاد شد که برادر کلگی در کمپ یا تاجیکا که فهمیدن از شرمندگی و از اینکه برادر پیش مردم به آبرو و به عزت شدیم با خیستن رفتن طرف ایراد رفتن. باز یک مدت زمان در ایراد بود، اونجا دکانداری رو سر کردن. این رخمی بازی بچه اقبال رفت پشاور، گفت میرم اونجا مدرسه میخونم و ما چی میکنم. باز رفت در مدرسه. بازی در پشاور کی بود در مدرسه اونجا میخو بیچاره در اینجا مرضی شده بود. پیش قماندان غلام مرضی شده بود، به از چارهش نمیشد. بازی یک کسی بود به نام ابو مصنا، هم استاد بود، تدریس میکرد اونجا درس میدادم اون چیز مدرسه. هم دیگه برادر خان کتازی خانه ایسو برو کم هفته 2 شب 3 شب با می آورد زیات آباد پاکستان. زیات آباد پاکستان می آورد سیجا و برادر خان کتش می بود. تو فقط کار لواط کتش لواطات میکرد و یعنی تو رنگ زن شواره بود پیش ابو مصنا. باز ازیجا همین مانه یک ماه پس نیم ماه پس برادر $1,000 $1,500 با پدرش ایراد روان میکرد. افغانستان در ایراد روان میکرد با پدرش که اینجا ما هستم. باز خیلی وقتی جا بود. باز کتانی ابو مصنا وقتی که یگون جنگ می بود، یگون ماربا و یگون گابی بود طرف ولایت خوست افغانستان و میرفت کتش. ولایت خوست افغانستان چندین مراتب رفت در جنگ و در گپا اشتراک میکرد اینجا. باز بعد از اینکه از اینجا خلاص سال با فکر سال 2000 بود. سال 2000 بود آمد طرف چیز تاجیکستان. یک بود از زمان در تاجیکستان استاد بود اونجا با اینجا کته در کویت بود اونجا. بازی با خب می عربا و میا پدر قنز به نهضت شیعه گفته از او پیسه میگرفت، خیلی پیسه میگرفت. باز اونجا بود. این باز ما آخر خبر شدیم با فکر ما دبی بعد از این دیگه خبر ندارم که کجا است کجا نیست.